السلام علیکم مهاجران عزیز و محترم. من یک دختری غریب و آواره و سرسان و سرگردان یکه و تنها در فدراسیون روسیه کار و فعالیت می کنم. باور کنین عزیزان دل و دیده من، خواستم که درد دل کنم به شما. من صاحب 2 فرزند 35 ساله هستم. 10 سال می شود که 2 فرزند یتیم خود را نگاه و بین می کنم. بی پدر کلان کردم. خدا را شکر که در غریبی کار می کنم، مهنت می کنم، محتاج کس و ناکس نیستم تا که فرزندانم محتاج کسی نشوند. من خدا را شکر که خانه دارم، یک حجرگه خانه دارم. فقط برای بختم زیق می شوم که من برای جوانیم اینقدر درد و غمی زندگی را پسی سر کرده ایستادم. باز بالای این همه نگاه نکرده خواهرم با 2 پسرچش از زندگی جدا شدند. زندگیش ویران شد. غمهای خودم بس نبود که با این غم خواهرم را خوردم. زندگی الکی سر شد. دلم به دادر جانم می سوزد که سخت زیق می شود. من به خاطر مادرم زیق می شوم. خواهرم را با فرزندانش بر خانه خودم آوردم که همینجا زندگی کنند تا که مادر جانم زیق نشوند. من برای مادر جانم که زیق نشود دلتهیش می کنم تا که اشک چشمان مادر جانم را نبینم. یک ساز می شود که 4 بی پدر را نگاه بین می کنم. آه زندگی، دلم سخت است، غم دارم، علم دارم. خدا را شکر می کنم که کار و فعالیت می کنم، محتاج کس و ناکس نیستم. شکر که مرا قوت می تکی تا کار کنم، تا روزی یتیمان خود را رزق و روزی یتیمان خود را یابم. من خدا را شکر 2 دادر دارم. دادرام به حد انسان خوب هستند، صاحب زن و فرزند هستند. نیکی من نمی خواهم اینها را غم تیم. خودم کار می کنم تا از هیچ کس کم نشوم. دلم به خدا سوزد که یا به خواهرم نمیدانم، وی 26 ساله هست. همه حاضر به خاطر خدا میکنم. همه این کارها یعنی به خاطر خدا میکنم که سر یتیم را دستمال کردن این ثواب است. و به خاطر آچجانم که زیق نشود مادرم را دلتهی میکنم تا زیق نشود. خیر مخلصان عزیز و دل و دیده من، شما نیز فکر و عقیده خودتان را در کامنتری نویسانید. الله مهربان نگهبان ما و شما. خدا حافظ تا ویدیوی آینده. لطفاً لایک و ابونه شدن رو فراموش نکنین. هر یک شخصانی که قصه دارین میتونین شمایانم در واتساپ روان کنین و حتما فکر و عقیده خودتان را بنویسانین. باقی در امانی الله. سلام علیکم برادران بسیار شما سمیوان میپرسیدید. سمیوان کتاب رسید نرگینه و 60 مده 8 تا 12 کیلوگرم کورس چین اشته پچکه استفاده میبره. فربی میکنه. مرحمت برادر کدمی در کورس زنگ زنه با همه شهر را دست افکا میکنیم.